تو دنیای بیرحم امروز هیچ کس نمیدونه که قراره چند ساعت بعد چه بلایی سرش بیاد و چه داستانهای تلخی تو راهه. این ویدیو فقط داستان یک تیک تاکر نیست، یه روایت از دل تلخی‌های زندگی دختری که مرگ و جلوی چشماش دید. من اریشا هستم و به این کانال خوش اومدید. اگر اولین بار دارید ویدیوهای منو میبینید یا علاقه‌مند به پرونده‌های جنایی و مستندهای واقعی هستین، حتما کانالمو سابسکرایب کنید و مشترک این کانال بشید. ممنون میشم که ویدیوها رو لایک کنید و نظراتتون رو توی قسمت کامنت ها حتما برام بنویسید. پرونده امروزمون راجبه یه خانم تیک تاکره، یه تیک تاکر ایرانی الاصل که ویدیوهاش میلیون ها بار بازدید خورده. سید زهرا هاشمی. زهرا متولد 12 ژانویه 1996 یا 22 دی سال 1374. اون بزرگ شده ایالت تگزاس توی آمریکاه. پدر و مادر زهرا توی ایران به دنیا آمدن، اما اونا توی امریکا زندگی میکردن و یه خانواده پرجمعیت بودن. طبق سرچایی که کردم از گذشته زهرا چیز زیادی در دسترس نیست، چون یه گذشته خیلی نرمال و عادی مثل بقیه انسان ها داشته. اما کجا به دنیا آمده هم نمیدونم، اون توی بیوگرافیش راجع به موضوع توضیح نداده، ولی از جایی که اسمش سید زهرا هاشمیه احتمال میدیم که به خاطر اسمش توی ایران به دنیا آمده باشه. پدر و مادر زهرا 7 بچه داشتن، 6 تا دختر و یه پسر. یعنی زهرا 5 تا خواهر داره که در جلوتر حالا بهشون میرسیم که چه اتفاقی میفته و اینا. ولی اونا خانوادگی توی سوشال مدیا خیلی فعالن. یک خواهر بزرگتر زهرا به اسم سارا هاشمی، اونم توی اینستاگرام فعالیت زیادی داره، و یه خواهر دیگهش به اسم فونی هاشمی. فکر میکنم که فونی خواهر دوقلوی زهراست، دقیقا نمیدونم، ولی تو سرچای انگلیسی که میدیدم بعضی جاها نوشته بودن که این 2 نفر دوقلوان، بازم دقیق مطمئن نیستم. اونم خیلی فعاله، هم توی تیک تاک هم توی اینستاگرام. خب از کودکی زهرا عبور میکنیم و میرسیم به 14 سالگی زهرا. زمانی که زهرا 14 سالش بوده یعنی سال 2010، یه اتفاق خیلی وحشتناک برای خانوادش میفته. پدر زهرا محمد علی هاشمی توی اپریل سال 2010 توی همون ایالت تگزاس توی سرقت مسلحانه کشته میشه و به قتل میرسه. محمد علی هاشمی صاحب یه پمپ بنزین توی شهرستان الیس توی ایالت تگزاس بود و از زمان انتقال پولای نقد از پمپ بنزین به بانک مورد حمله قرار گرفت. اون توی شب حادثه یعنی توی 18 اپریل، زمانی که میخواست پولا رو جابجا کنه، توسط 3 نفر به نامهای فرناندو جوارز 17 ساله، اریک مالدونادو 21 ساله و روبن هرناندز 18 ساله و یه پسر نوجوان 15 ساله به اسم آیزیا گونزالس که کارمند سابق خودش بوده دزدیده میشه و مورد حمله قرار میگیره. در اصل آیزیا این برنامه رو میچینه و چون آمار رفت آمد آقای هاشمی رو داشته، با دوستاش با اون 3 نفر دیگه هماهنگ میکنه و با همدیگه این پلن رو میچینن. اما موقعی دزدیدن آقای هاشمی، آیزیا همراه اون 3 نفر نبوده. اون توی پمپ بنزین بوده و ساعت رفت و آمد و مقدار پولا در اصل آمار آقای هاشمی رو میداده دیگه، یعنی از این ور داشته کنترل میکرده و اونا از اون ور داشتن انجام میدادن. اونا با اطلاع از مسیر زمان و حرکت آقای هاشمی اونو تعقیب کرده بودن و توی یه فرصت مناسب اونو میگیرن و به قتل میرسوننش. طبق گفته های پلیس، مالدونادو 16 روز قبل یه اسلحه خریده بوده و کاملا برای این سرقت برنامه ریزی کرده بوده و هدفش این بوده که آقای هاشمی رو بکشه، چون اگر میخواسته یه آسیب کوچیک برسونه یا مثلا قصد ترسوندن داشتن، نیازی نبود که برن یه اسلحه واقعی بخرن. اونا توی جاده جنوبی انسین توی مسیر جنگلی آقای هاشمی رو اول بهش چند تا گلوله شلیک کردن و قتلش رسوندن و بعداً ماشینش رو آتیش زدن تا نذارن هیچ مدرک و هیچ شواهدی باقی بمونه. خانواده هاشمی بعد از اینکه نمیتونن به پدرشون دسترسی پیدا کنن به پلیس اطلاع میدن و حتی عموشون هم اونجا بوده.
اونا خیلی پیگیری میکنن و در نهایت بعد از 2-3 روز با همکاری پلیس جنازه پیدا میشه که خب به صورت وحشتناکی هم بوده، یعنی جسد سوخته شده بوده و خب این برای خانواده هاشمی قطعاً خیلی خیلی دردناک بوده. حدوداً 1 سال بعد از اون اتفاق وحشتناک، یه اتفاق فوق‌العاده ناراحت کننده و وحشتناک دیگه برای این خانواده اتفاق افتاد. عالیه، دختر کوچیک خانواده، توی سال 2011 توی استخر خونه غرق شد و از دنیا رفت. اون روز اون خانواده یه مهمونی توی خونهشون داشتن، توی دابل اوک توی تگزاس. توی زمان حادثه افراد زیادی توی خونه حضور داشتن. اونا اون روز کلی مهمون داشتن. یه سریا تو حیاط بودن، یه سریا کنار استخر بودن، یه سریا هم داخل بودن. ولی متاسفانه هیچکس متوجه غرق شدن بچه نشده بود. احتمالاً خب شلوغ بلوغ بوده، موزیک زیاد بوده و از یاد به بچه‌ها توجهی نمی‌شده. اون روز عالیه و خواهر دوقلوش توی قسمت کم عمق استخر داشتن برای خودشون آب‌بازی میکردن. کنار استخر یه محوطه اسپا و جکوزی بوده. بچه‌ها میدونستن که نباید هیچ وقت توی اون قسمت برن و هرگز نمیرفتن. اما خب نمیدونیم اون روز چه اتفاقی افتاده که عالیه به قسمت عمیق جکوزی میره و خواهرش بعد از چند دقیقه متوجه میشه که نیستش. ولی خب چون بچه بوده و کوچیک بوده، تا میاد از آب بیرون تو اون شلوغ بلوغی بره یکی از اعضای خانواده رو پیدا کنه. خب یه بچه 2-3 ساله براش سخته، حتی هنوز نمیتونه کامل خوب صحبت کنه. نمیدونم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، یعنی توی سرچا این جزئیات اصلا وجود نداره. خب خانواده نخواستن راجع به این موضوع صحبت زیادی بکنن، اما به هر حال تا بچه بیاد بگه به بزرگترا و اونا متوجه بشن که عالیه نیست، اون جونش رو از دست داده بود. به محض اینکه یکی از بزرگتران میفهمه و سعی میکنه که بره عالیه رو از آب در بیاره، متوجه میشه که اون علائم حیاتی دیگه نداره. سریعا با اورژانس تماس میگیرن و زمانی که اورژانس به خونهشون میاد، عالیه رو نمیتونن احیا کنن. اورژانس بچه رو به بیمارستان پرسبایترین توی فلاورموند منتقل میکنه و اونجا توسط پزشکی قانونی مرگ بچه تایید میشه. خانواده هاشمی توی 2 سال 2 تا از عزیزترین اشخاصشون رو از دست دادن، 2 تا از اعضای خانوادهشون و خب این یه تراژدی خیلی وحشتناک بود. اما اونا هم چاره‌ای نداشتن، باید به زندگیشون ادامه میدادن و همین کارم کردن. دخترها وقتی بزرگ شدن، اول ویدیو بهتون گفتم، خب توی سوشال مدیا فعالیتشون خیلی زیاد بود و داشتن به صورت طبیعی زندگیشون رو میگذروندن، درس میخوندن، فعالیت میکردن. خب بچه‌های کوچیک‌تر هم الان دیگه بزرگ شدن و همشون دارن به دانشگاه میرن و ادامه تحصیل میدن. میرسیم به سال 2024، 5 جولای یا همون 15 تیر 1403. یه تماس با پلیس آمریکا گرفته میشه. یه پسر به اسم لاداریوس برانلی، اون ادعا میکنه که به دوست دخترش سیده زهرا هاشمی با اسلحه شلیک کرده و از پلیس و اورژانس میخواد که به محل حادثه بیان. زمانی که پلیس به اونجا میرسه، میبینن که زهرا حالش خیلی وخیمه، خونریزی خیلی زیادی داره و علائم حیاتیش خیلی پایینه. اورژانس کارهای اولیه رو انجام میده، ولی شرایط زهرا انقدر بد بوده به تصمیم میگیرن سریعاً به بیمارستان اسکات اند وایت منتقلش کنن. حالا بذاریم براتون توضیح بدم اصلا داستان زهرا و دوست پسرش چی بوده. همونطوری که بهتون گفتم، زهرا توی سوشال مدیا خیلی فعالیت داشت، مخصوصا توی تیک تاک. پیج اون توی تیک تاک بیشتر از 200,000 دنبال کننده داشت و همه اون رو با اسم مستعار زارا میشناختن. زارا از طریق تیک تاک با یه پسر آشنا میشه. اون پسرم حدوداً 170-80 هزار نفر دنبال کننده داشته. لاداریوس توی تیک تاک به اسم دینو معروف بوده. اونا با هم آشنا میشن، با هم خیلی سریع کانکت میشن و یه رابطه‌ای رو با هم شروع میکنن. بعد از یه مدتی تصمیم میگیرن که یه پیج مشترک بزنن و توی اون ویدیوهای دوتاییشون رو به اشتراک بذارن. پیج مشترک اونا پس از یه مدت کوتاه حدود 180,000 نفر دنبال کننده پیدا کرد و اونا از همه لحظاتشون اونجا فیلم میذاشتن. توی ویدیوهاشون همش با هم شوخی میکردن، میخندیدن، غذا میخوردن و حتی گاهی با هم دعوا میکردن. حتی یه دونه ویدیو هست
که دینو میاد به زهرا یه حلقه ای میده و بهش میگه که با من ازدواج میکنی. زهرا انگشتر رو دستش میکنه، خیلی خوشحال میشه و بهش میگه که آره معلومه که باید ازدواج میکنم. اما دینو با یه حالت تمسخر مانندی میخنده و بهش میگه که نه من قصد ازدواج با تو رو ندارم و این فقط یه شوخی بود. و مثلا یه ویدیو دیگه هست که دینو سعی داره با دستاش انگار زهرا رو خفه کنه و اونا این مدل ویدیوها رو خیلی به اشتراک میذاشتن. حتی یه ویدیوی دیگه بود که توی ماشین با هم دعواشون شده بود، به هم دیگه توهین میکردن. یه ویدیو بود که دینو داشت به خواهرای زهرا توهین میکرد و از این مدل ویدیوها توی پیجشون خیلی بود. خب طبیعتا همه میان راجبشون حرفم میزنن و برمیگردن گذشتهشون، فیلماشون و خیلی چیزای دیگر راجع به اونا میبینن. بعد از این اتفاقات خیلی آمدن گفتن که درسته که این ویدیو نمایش بوده یا حالت شو و مثلا فقط برای دیده شدن بوده، اما اینا همه نشونه هایی بود از اینکه دینو یه آدمیه که خیلی خشونت توش زیاده و اصلا آدم نرمالی نیست. این کارا حتی به شوخی و برای فان هم قفله. یعنی اینکه بخوای شخصیت دختر رو توی ویدیو خود کنی، بهش پیشنهاد ازدواج بدی، بعدم بهش بگی که داشتم مسخره بازی در می آوردم، خب خیلی کار زشتیه. We're married. Okay. I'm just playing though. I never knew your side. I love you though. No, you don't. I love you. No, you don't. و خیلی ها گفته بودن که زهرا باید از همون اول دینو رو میشناخت و اصلا باهاش ارتباطش رو ادامه نمیداد. خب برمیگردیم به شب حادثه، یعنی 4 جولای که یه روز خیلی مهم توی آمریکاست و جشنای بزرگی اون روز گرفته میشه چون روز استقلال آمریکاست و برای آمریکایی‌ها اون روز کلا خیلی روز مهمیه. همشون بیرون از خونه میرن، جشن میگیرن و توی تمام شهرها جشنای آتیشبازی برپا میشه. اون روز زهرا با دینو تصمیم میگیرن که به پارک فلاورمونت که قرار بوده یه آتیشبازی بزرگ اونجا برپاشه برن. خب حاضر میشن، از خونه با هم دیگه میرن و با هم دیگه خیلی خوب بودن. حتی زهرا چند ساعت قبل از حادثه چند تا استوری هم گذاشته بوده. زمانی که به اونجا میرسن اوایلش خوب بودن، ولی بعد از یه ساعت اونجا هی با هم دیگه بحث میکردن، هی مشاجره میکردن و کسایی که اونجا بودن، حالا شاهدایی که بودن از آدمای عادی یا دوستاشون، گفتن که اونا اول مشاجرهشون فقط لفظی بوده ولی بعداً مشاجرهشون حالت فیزیک پیدا میکنه و انقدر بحثشون شدت میگیره که دینو به زهرا میگه که از اونجا برن و راه میفتن و از پارک خارج میشن. دینو به پلیس گفته بود که انقدر اون شب از دست زهرا عصبانی شده بوده که حتی به زهرا گفته بوده رو صندلی جلو کنارش نشینه و بره رو صندلی عقب بشینه. اونا حدود چند مایل از پارک دور میشن و توی مسیر کوهستانی میرن، اما انقدر بحثشون بالا میگیره که دینو میزنه کنار جاده و اون بغل پارک میکنه. اما در حین اینکه بحث میکردن انقدر عصبی میشه، یه اسلحه‌ای رو که از قبل گرفته بوده، حالا به چه علتی نمیدونیم ما، اون اسلحه رو از توی داشبورد بر میداره و به صورت زهرا شلیک میکنه. اون درست جای شلیک میکنه که قسمت بالای چشم راستش بوده. بعد از اینکه شلیک میکنه خب خون همه جا رو ور میداره و زهرا انقدر حالش بد میشه که دینو زهرا رو از ماشین خارج میکنه و بغل جاده میذاره. حتی کامیونی اون لحظه داشته از اونجا رد میشده که بعداً به عنوان یکی از شاهدای ماجرا بوده، اون صدای شلیک رو کامل شنیده بوده و اون دیده بوده که دینو زهرا رو از ماشین خارج کرده. و من اصلا اینجای قضیه رو واقعا نفهمیدم که چی میشه که یه نفر بره اسلحه بخره توی ماشینش بذاره و به دوست دخترش، پارتنرش، کسی که همیشه با همن، چطوری میشه که این آدم بتونه شلیک کنه و بعد از این که شلیک کرد خودش بیاد به پلیس زنگ بزنه و اعتراف کنه؟ یعنی اینجای قضیه خیلی برام عجیب بود. اصلا نتونستم درکش کنم که عذاب وجدان گرفته، پشیمون شده، آیا اسلحه رو تو ماشینش داشته، قصد شلیک نداشته، یه لحظه مغزش رد داده. به هر حال نمیدونیم اون لحظه توی مغز دینو چی گذشته بود که به محض اینکه شلیک کرده
خودش زنگ زده و به پلیس اعتراف کرده. زمانی که زهرا رو به بیمارستان میرسونن سریعا به اتاق عمل منتقلش میکنن، چون هم احتمال خونریزی داخلی داشته، هم گلوله چون به سر شلیک شده بوده احتمال آسیب مغزی داشته. خواهر زهرا سارا چند بار باهاش تماس گرفته بوده ولی نتونسته بوده زهرا رو پیدا کنه و خیلی نگران بوده و در نهایت پلیس با خانواده زهرا تماس میگیره و اونا به بیمارستان میان. خب همشون واقعا داغون و ناراحت بودن، چون زهرا آسیبش خیلی جدی بود و اصلا چیز سطحی و کوچیکی نبود. اونا سریعا از دینو شکایت میکنن. البته دینو توی بازداشت پلیس بوده، چون خب خودش اعتراف کرده بوده و زمانی که مامورا رسیده بودن بالای سر زهرا بوده. ولی خانواده زهرا همون لحظه به پلیس اعلام میکنن که ما اصلا رضایت نمیدیم و میخوایم که به بدترین شکل ممکن دینو مجازات بشه. تیم جراحی چندین ساعت توی اتاق عمل بودن و اونا میتونن خونریزی زهرا رو متوقف کنن، اما زهرا خیلی حالش بدتر از اون چیزی که خانواده‌اش هم فکر میکردن بوده. در نهایت بعد از عمل سید زهرا هاشمی به کما میره. توی اون مدت خواهرای زهرا دائم توی فضای مجازی از همه میخواستن که برای زهرا دعا کنن. خب زهرا حالش خیلی بد بود، ولی خب زهرا خودش خیلی طرفدار داشت، کلی دنبال کننده داشت و کلی آدم زهرا رو میشناختن. اینا دائم از همه میخواستن که برای زهرا دعا کنن و برای خانوادهشون انرژی خوب بفرستن. خواهر بزرگترش سارا میاد یه کمپین را میندازه. یه وبسایتی هست توی امریکا و خیلی شهرهای دیگه دنیا به اسم GoFundMe. توی این سایت خانواده کسی که آسیب دیده یا حتی خود اون آدم میان یه کمپین را میندازن و درخواست کمک مالی میکنن از کسایی که دوست دارن. حالا بعضیا به خاطر هزینه‌های درمانه، بعضیا به خاطر مراسم تدفین، تشییع جنازه است و بعضیا حتی درخواست کمک برای هزینه تحصیلاتشون میکنن. یعنی یه سایت خیریه است که طرفدار خیلی زیادی داره، اما پولها به حساب دولت یا مراجع قانونی ریخته نمیشه، به اون شماره حسابی که گذاشته شده توی سایت ریخته میشه و خب خیلی هم میان کمک میکنن و توی این سایت اون کسی که این کمپین رو راه میندازه یه هدف تعیین میکنه، مثلا میگه $5000 $10000 یا حالا هر مبلغی که مد نظرشه. خواهر زهرا میاد یه همچین کمپینی رو برای زهرا راه میندازه و توی اون مینویسه که زهرا چون آسیب مغزی دیده هزینه هاش خیلی زیاده و کسایی که دوست دارن میتونن بیان به این شماره حساب به این خانواده کمک کنن. البته تا جایی که میدونم وضع مالی این خانواده خیلی خوب بوده. خب پدرشون پمپ بنزین داشته و از فیلم‌ها و روند زندگیشون که دیدم وضعیت مالیشون خیلی خوب بوده. اما خب هزینه‌های درمان زهرا اونم توی امریکا قطعا سرسام‌آور بوده، چون زهرا خیلی آسیب دیده بوده، به لحاظ زیبایی هم خیلی آسیب دیده بوده، چون شلیک به صورتش شده بوده. چند روزی میگذره و دقیقاً 12 روز بعد از اینکه زهرا به کما رفته بوده زهرا به هوش میاد و شروع میکنه به نشون دادن علائم حیاتی. اولاش فقط میتونسته خیلی کوچیک انگشتاشو تکون بده، ولی خب خانوادهش خیلی خوشحال بودن. اونا واقعاً احساس میکردن که شاید دخترشون خواهرشون رو برای همیشه از دست دادن، ولی خب خوشبختانه زهرا به زندگی برمیگرده. اما زهرا پروسه درمان خیلی خیلی طولانی و پیش رو داشته، چون آسیبی که دیده بود هم توی صورتش بود هم توی اندام حرکتیش بود. نمیتونست چیزی بخوره، نمیتونست دست و پاشو تکون بده، راه نمیتونست بره، حتی اولاش حرفم خوب نمیتونست بزنه. اما توی اون مدت خانواده زهرا همیشه از قوی بودنش تعریف میکردن. اونا همش میگفتن که زهرا خیلی قویه، خیلی دختر مبارزیه و به زندگی برمیگرده و تمام تلاش خودش رو برای برگشتن به زندگی میکنه. خب خواهرای زهرا به اشتراک میذارن و دنبال کننده هاش خیلی خوشحال شده بودن از اینکه زهرا به زندگی دوباره برگشته و در نهایت واقعا مشخص شد که زهرا همونطوری که خانواده‌اش میگفتن خیلی دختر قوی بوده و خیلی قشنگ و زیبا سعی کرد که به زندگی برگرده و الان بعد از گذشت چند ماه زهرا تقریبا همه مشکلاتش حل شده.
حالش خوبه، شاید هنوز زیباییشو مثل قبل به دست نیاورده باشه که اونم قطعاً به مرور زمان حل میشه. اما خب از لحاظ حرکتی و صحبت کردن و روزمرگی زندگیش تماما تونسته به زندگی عادیش برگرده. زمانی که زهرا توی کما بود، خب دینو توی بازداشت پلیس بود و چون زهرا هنوز به هوش نبود و نمیتونست هیچ حرفی بزنه، دینو توی بازداشت پلیس نگه داشته شده بود. اما طبق قوانین آمریکا یه چیز خیلی جالبی که من خودم تازه فهمیدم وجود داره اینه که اگر یه انسان یه جرمی مرتکب شده باشه که توی قانون اون جرم درجه 2 محسوب بشه، ولی اگر اون جرمو در حق افراد درجه 1 خانوادت انجام بدی، جرمش درجه 1 محسوب میشه. مثلا شما اگر به پارتنرت، پدرت، مادرت، خواهر برادرت آسیب برسونی، درجه 1 محسوب میشه، ولی اگه به غریبه باشه درجه 2. این از این لحاظ برای من خیلی مثبت و جالب اومد که چقدر خوبه که اینا این تفاوت رو قائلن. یعنی شما به عزیزانت، به کسایی که بهت اعتماد دارن، اگر بخوای آسیب برسونی قطعا باید جرم سنگین تری داشته باشی تا نسبت به یه آدمی که هیچ احساسی نداری. و توی اون زمان ویدیوهایی که منتشر میشد، حرفایی که زده میشد، همه منتظر این بودن که ببینن برای زهرا چه اتفاقی میفته، چون جرمی که دینو مرتکب شده بود مستقیما با زنده بودن و نبودن زهرا ارتباط داشت و خیلی راجع به این موضوع صحبت میشد. اما یه اتفاق خیلی عجیبتر افتاد و اینکه زمانی که زهرا هوشیاریشو و سلامتیشو به صورت کامل به دست آورد، از شکایت منصرف شد. اون رسما اعلام کرد که هیچ شکایتی از دینو نداره و اونو میبخشه و اونا دوباره میخوان با هم باشن. یعنی این خبر عین بمب منفجر شد. همه تعجب کرده بودن، یعنی خانواده زهرا که تا آخرین لحظه روی شکایتشون وایساده بودن و میخواستن عدالت به صورت کامل اجرا بشه، یک دفعه دخترشون به هوش میاد بعد از اون همه اتفاقات وحشتناک پشت سر گذاشته، اون همه دردی که کشیده و تا لبه مرگ پیش رفته، از دوست پسرش گذشت کرد. خانواده هاشمی از همه خواستند که به هیچ عنوان راجع به این موضوع هیچ کس جایی صحبت نکنه و اونا خودشون اصلا نخواستن که توضیحی بدن که چه علتی داره که زهرا دینو رو بخشیده و هیچ کس هم نمیدونه و هیچ چیزی هم راجبش توی فضای مجازی یا هیچ اخبار دیگه منتشر نشد. اونا اعلام کردن که این حریم شخصی ماست و باید همه به حریم شخصی ما احترام بذارن و زهرا این تصمیم رو گرفته. خب ما هم طبیعتا احترام میذاریم و راجبش صحبتی نمی کنیم. البته اصلا نمیتونیم هم صحبتی کنیم چون علتش تا به امروز اصلا هیچ جا نگفته شده، نه نوشته شده و نه کسی جز خانواده هاشمی میدونه. به هر حال الان دینو و زهرا با همن و دارن به فعالیتشون توی فضای مجازی هم ادامه میدن. اما بعد از اینکه زهرا دینو رو بخشید، یک دفعه آدمای زیادی به زهرا حمله ور شدن توی فضای مجازی. خیلی قضاوتش کردن، خیلی راجبش صحبتای زیادی شد، خیلیا اومدن بهش توهین کردن، بهش حرفای بد زدن، تحقیرش کردن و گفتن که تو چه جور انسانی هستی با کسی که این شکلی باهات رفتار کرده بخشیدیش، تو با این کار اشتباهت باعث میشه که خشونت عادی بشه و اون آدم شاید دوباره به خودت یا مثلا چند سال دیگه به یه نفر دیگه آسیب بزنه. یه جاهایی گفته شد که دینو قبلا یه ازدواجی داشته یا حالا ازدواج یا پارتنر نمیدونم، اما یه بچه‌ای داشته که زهرا حتی به اون بچه هم خیلی محبت میکرده و خیلی آمدن گفتن تو به بچه دوست پسرت محبت میکردی ولی اون به تو رحم نکرد، به تو آسیب رسون، تو چه جور آدمی هستی؟ و حتی خیلی اومدن راجع به زهرا ویدیو ساختن و بهش گفتن که تو باید اون پولی که از طریق کمپین جمع شده بود و پس بدی. که خب زهرا یه لایوی گذاشت و توش توضیح داد که من به هیچ عنوان پول هیچ کسی رو پس نمیدم، چون اون زمانی که این کمپین راه افتاد من توی کما بودم، من خودم از کسی درخواست پول نکردم که حالا بخوام بیام پول کسی رو پس بدم.
البته یه جورایی هم میتونیم بگیم حرف زهرا منطقیه، چون اون زمان واقعا زهرا تو کما بوده و آدمایی که اومدن به عنوان آدمای خیرخواه کمک کردن خودشون دلشون خواست، نه اجباری بود نه هیچ چیزی. و واقعا زهرا مشخص نبود که زنده بمونه یا نه، چون شرایطش خیلی بد بود، حتی 12 روز هم توی کما بود. خیلی از انسانایی که تو کما میرن هیچ وقت بر نمیگردن. خب خوشبختانه زهرا برگشت، اما واقعا هزینه‌های درمانش زیاد بوده، هزینه‌هایی که توی عملهای جراحی شده، هزینه‌های زیباییش، هزینه‌های حرکتیش و حتی زمانی که از بیمارستان مرخص شده بود احتیاج به مراقبت‌های ویژه داشته و خب هزینه‌های درمان قطعاً گفتیم توی امریکا خیلی زیاده و به هر حال زهرا گفت من پول کسی رو پس نمیدم و اصلا برام مهم نیست، هر کسی میخواد راجع به من هر فکری بکنه. و یه اتفاق دیگه هم که برای زهرا افتاد، یه تیک توکر سیاه پوست به اسم اشلی اومد یه جنجالی رو انداخت، یه لایوی با زهرا گذاشت. اشلی همسر، یادتون اول ویدیو گفتم یه پسر بچه 15 ساله طراح اون سرقت بود به اسم آیزیا. خب الان 15 سال از اون قضیه گذشته، آیزیا دیگه 15 سالش نیست، شده یه مرد 30 ساله و چند سال قبل ازدواج کرده. اگر ویدیوهای قبلی منو دیده باشین بهتون توی بیشتر ویدیوها توضیح دادم وقتی که توی امریکا یا خیلی از کشورها یه جرمی صورت میگیره ممکنه که دادگاه مثلا 2 3 یا چند سال بعد برگزار شه. توی این زمان دادگاه یه وثیقه رو تعیین میکنه، اگه اون آدم توانایی مالیشو داشته باشه وثیقه رو میذاره و خارج از زندان زندگی میکنه. البته قطعا یه شرط و شروطی هست، ولی اگه وثیقه رو نداشته باشه مجبوره تا زمان دادگاه توی زندان بمونه. آیزیا زمانی که براش وثیقه تعیین میکنن میاد بیرون و ازدواج میکنه و زمانی که دادگاه تشکیل میشه و خب اینا قطعا که مجرم بودن، مجرم شناخته میشن، دوباره به زندان برمیگرده. زنش از اون موقع این فعالیت ها رو توی فضای مجازی میکرد و همش میگفتش که اون موقع اینا بچه بودن، کوچیک بودن، عقلشون نرسیده و خانواده هاشمی دیگه بعد از این همه سال باید بیان رضایت بدن. که بعد از این قضیه که برای زهرا اتفاق افتاد شروع کرد به گیر دادن به زهرا و تخریب زهرا و تروماهایی که اینا داشتن و مسخره کردن اینا و مرگ خواهر کوچیکشون. خیلیا اومدن راجع به محمد علی هاشمی خیلی حرفای بدی زدن، گفتن که اون تو کار مواد مخدر بوده، که البته صراحتا پلیس اعلام کرده بود همچین چیزایی نبوده و فقط به خاطر جابجایی پول و مقدار پول نقدی که بوده به قتل رسیده بود. و بعد از این جریانات باز هم خانواده هاشمی اومدن اعلام کردن که گفتن ما به هیچ عنوان قصد بخشش نداریم و خواستار اجرا شدن عدالت هستیم. خب خانواده هاشمی خانواده عجیبی هستن از این لحاظ که اتفاقای خیلی عجیبی براشون افتاده و به خاطر همین اتفاقاتشون خب دنبال کننده هاشون هر روز دارن بیشتر میشن. و در نهایت ما اینجا نیستیم که قضاوت کنیم، ما فقط دنبال حقیقت هستیم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگر کانال رو سابسکرایب نکردید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید. فراموش نکنید که ویدیوها رو لایک کنید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.